میدونین بزرگترین سرقت نقدی دنیا کجا و چجوری اتفاق افتاد؟ در شب 13 سپتامبر 1997 در سکوت لس آنجلس یک کامیون حمل اسکناس از خیابون عبور میکرد. این کامیون‌ها پولهایی که از بانک‌ها جمع میکنن رو میبرن در مرکزشون که اونجا یک گاوصندوق بزرگ وجود داره. یکی از کارمندای این مرکز به نام آلن پیس مسئول تمام تکنولوژی امنیتی این انبار بود. او در عین حال که یک کارمند عادی بود، یک نابغه سرقت هم بود. وقتی در این مرکز استخدام شد، به فکرش رسید که گاوصندوق رو بزنه. به خاطر همین با صبر و تحمل زیاد اونجا کار میکرد و در این مدت همه چی رو برنامه‌ریزی و بررسی میکرد. بعد از چند سال آلن سراغ چند تا از دوستای دوران بچگیش میره تا به او کمک کنن. داستان رو به دوستاش میگه و از اونها کمک میخواد. آلن آمار همه کارمندا رو داره. میدونه کدوم کارمند کی میاد، چیکار میکنه و کی میره. و چون کارش در رابطه با امنیت دستگاه‌ها بود، میتونست بدون اینکه کسی مشکوک بشه از همه جا عکس بگیره. او آمار تمام دوربین‌های اونجا رو هم داشت. میدونست دوربین‌ها کجاها رو میگیرن و کجاها از دید دوربین پنهون میمونه. این مرکز مجهز به پیشرفته‌ترین دوربین‌های سال 97 بود. آلن تا 5 ماه هر شب در مورد این سرقت با دوستاش جلسه میذاشت و به خوبی همه دوستاش رو در جریان پیچ و خم‌های ساختمان قرار داده بود. حتی نقشه ساختمان رو هم به اونها داد تا بفهمن کجا در ورودیه، کجا دوربینه و کجا نگهبان داره. او خیلی صبور بود و اصلا عجله نمی‌کرد، چون اعتقاد داشت اگه عجله کنن حتما گیر میافتن. همه چی آروم و به خوبی پیش میرفت تا روز 12 سپتامبر رسید. اون روز در یه اتفاق پیش بینی نشده آلن رو اخراج کردن و دلیلش هم این بود که به شوخی چراغ جلوی ماشین دوستش رو باز کرده بود و برده بود. اما دوستش به شرکت گزارش داد که آلن چراغ ماشین منو دزدیده. بنابراین اونها آلن رو اخراج کردن. اونها راحت شد و دید همه نقشه‌هاش داره به هم میریزه. فوراً با دوستاش جلسه گذاشت و قضیه اخراج شدنش رو گفت. تصمیم گرفتن فردای همون روز نقشه سرقت رو اجرا کنن. چون آلن میگفت اطلاعاتمون قدیمی میشن و ممکنه دیگه به دردمون نخورن. روز 12 که آلن اخراج شد 5 شنبه بود و فردا که قرار بود نقشه اجرا بشه جمعه. و او میدونست جمعه ها بیشترین مقدار پول در گاوصندوق وجود داره. شب 13 آلن و دوستاش لباسای مخصوصشون رو پوشیدن، ماسک زدن، مسلح شدن و رفتن طرف سوله‌ای که گاوصندوق اونجا بود. اونها یه ون بزرگ هم کرایه کرده بودن و با خودشون بردن. آلن کلید در پشت سوله رو داشت. اونها راحت وارد شدن. با اینکه خیالش راحت بود، اما بازم نمیخواست دیده بشه. به خاطر همین از جاهای خالی دوربین استفاده میکرد. و دوستاش هم دقیقاً از جایی رد میشدن که آلن میرفت. ساعت 12:30 بود و اون میدونست کارمندا در این ساعت استراحت دارن و به کافتریا میرن تا قهوه بخورن. آلن و دوستاش در کافه منتظر میشن تا کارمندا یکی یکی وارد بشن. اونا رو خلع سلاح میکنن و دست و پاشون رو میبندن. قطر در گاوصندوق 18 اینچ و بدنش از فولاد کاملا غیر قابل نفوذه و هیچ کس نمیتونه در اون رو بدون کلید و رمز باز کنه. اما آلن کاربلد و نابغه بود و کلا پولی که از اونجا برمیدارن 18,900,000 دلار بود. اون حافظه فیلم ها رو هم پاک کرد تا ردی از خودش نمونه و از اونجا رفتن. آلن و دوستاش موفق شدن بزرگترین سرقت نقدی دنیا رو رکورد بزنن. چون در این سرقت پول بزرگی دزدیده شده بود، پرونده رو FBI به عهده میگیره. اونا اول دنبال اثر انگشت میگشتن، اما چیزی ندیدن. بعد از تحقیق از همه کارمندا به این نتیجه میرسن که کار یکی از کارمندا بوده. علاوه بر اون بقیه کارمندا هم به آلن مشکوک بودن. FBI آلن رو زیر نظر میگیره، اما میفهمن اون با مادرش زندگی میکنه و حتی حساب بانکی هم نداره. بعد از 6 ماه که خبری از سارقین نمیشه، آلن پولها رو بین دوستاش تقسیم میکنه و اونها هم شروع میکنن به خرید زمین و ماشین و اینجور چیزا. همه چی به خوبی پیش میرفت تا اینکه یکی از دوستاش میره یه زمین بخره و اینجا یه سوتی بزرگ میده. وقتی دسته‌های اسکناس رو به طرف میده، توجه به باندرولش نمیکنه که هنوز دستخط بانکی که این پول رو فرستاده گاوصندوق روشه. فروشنده هم مشکوک میشه که چرا این همه پول نقد با خودش آورده و با بانک خودش مشورت میکنه. بانک وقتی این پولها رو میبینه و در موردشون تحقیق میکنه، متوجه میشه این پولها برای گاوصندوقه و نباید دسته یه آدم عادی باشه. برای همین پلیس رو در جریان میذارن و دوباره FBI وارد ماجرا میشه. FBI میفهمه این پول از همون گاوصندوقی اومده که ازش سرقت شده بود. بنابراین دوست آلن رو میگیرن و از تحقیقاتشون متوجه میشن که او با آلن هم ارتباط داره. آلن و دوستاش رو دستگیر میکنن. برای آلن به عنوان رهبر گروه 25 سال حبس و دوستاش هر کدوم 10 سال حبس در نظر میگیرن.
اما پلیس فقط 7 میلیون دلار از پول‌ها رو پیدا کرده و حالا معمای بزرگ و حل نشده اینه که بقیه پول‌ها کجاست.